یکی از سمت‌های فعالیت خواجگی جنگل این کبودزارکنی و سرسبزگردانی محیط زیست از جمله جنگلزار میباشد. کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ولایت سوخت جهت در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌های رهبریت عالی کشور در سمت کبودزارکنی و بنیاد و برقرارسازی جنگلزار تدبیرهای مشخص میاندیشند. در نهالخانه خرد منطقه جنگل پروری شهر کنیبادام بیش از 6 نمود نهال درختان سوافکن و میوه‌دار که به اقلیم جنگل مطابقند کشت کرده شده، متخصصان برای پرورش آنها کاربری می‌نمایند. این حال گذراندن کارهای اگروتکنیکی، تازه‌کنی، یگانه‌کنی و دیگر کارها رفته ایستاده است. ما تصمیم گرفتیم که من بعد مقدار نهالخانه حساب با زمین‌های کارمی آبی زیاد کرده برای رشد و نموی ساحه و برای کبودزارکنی دولتی از زمان سهمگذار باشیم. کاستانه، بلوط، درختان میوه‌دهنده، اکاسیا، بادام تلخ و دیگر درختان جنگلی در اینجا نشونمای خوب دارد و ما حرکت میکنیم این بعد شماره مقدار نهال‌ها را زیاد کنیم. نهال‌های در این نهالخانه پرورش گردیده در موسم نهالشینانی در منطقه‌های آسیب پذیر جنگل، شفط راه‌ها و دیگر منطقه‌هایی که به سرسبزکنی نیاز دارند شینانیده می‌شوند. چند پیش در ولایت سوخت سمینار مشورتی کارمندان ساحه جنگل کشور در موضوع بنیاد سکسئولزارها حمایه با اعتماد محیط زیست در زمان تغییریابی گلوبالی اقلیم سیاره برگزار گردید که متخصصان عاید به زیاد نمودن سکسئول و دیگر نهال‌های به اقلیم جنگل مطابق از دانه و قلمچه سبزانیدن آنها اندیشه‌رانی نموده و طور عملی در چند منطقه نهال سکسئول شنانیدند. قید کرده شد که بنیاد و برقرارکنی جنگل یکی از تدبیرهای مهم برای حفظ طبیعت و پیشگیری عاقبت‌های تغییریابی اقلیم میباشد. مورد به ذکر است که با دستگیری اگنتی خواجگی جنگل جمهوری تاجیکستان و همکاری خدمات جنگلی کره جنوبی در سال جاری در ولایت سوخت طبق لایحه همکاری کره در تاجیکستان در ساحه جنگل، بنیاد جنگل و اگروجنگل برای مبارزه با بیابانشوی و افزایش درآمد مردم در تاجیکستان 75 هکتار سکسئول شنانیده شد و من بعد دوام 3 سال آینده 350 هکتار دیگر در منطقه جنگلی ناحیه 8 سکسئولزار بنیاد کرده می شود. در خواجگی جنگل ولایت سوخت گرمخانه برای پرورش سکسئول و دیگر نهال‌های با اقلیم جنگل مطابق بنیاد شده است که من بعد نهال‌های در اینجا پرورش کرده شده در منطقه‌های جنگل شنانیده می شوند.